روز 21 مارت هواپیمای شرکت خطایی چاینا ایسترن ایرلاینز با 133 مسافر در کوههای جنوب خطای سقوط کرد. بنا به گزارش مطبوعات دولتی خطای، این هواپیما از کنمین به گوانچژو پرواز میکرد. هواپیمای سقوط کرده تمغه بوینگ 737 و نو بود. اون سال 2016 ساخته شده، همگی 6 سال باز مورد استفاده قرار داشت. درباره سبب سقوط هواپیما و شماره قربانیان این حادثه معلومات تا حال وجود ندارد. شبکه تلویزیونی خطایی CCTV خبر داد که نجات بخشان الکی در رو به سوی محله سقوط هواپیما قرار دارند، ولی برخی شبکه‌ها ویدیوی لحظه سقوط این هواپیما و همچنین ثبت‌های اولین از محله سقوط آن را نشر کردند. بنا به اطلاع پایگاه فلایت رادار 24 که پروازهای هواپیماها را در سراسر جهان پیگیری میکند، هواپیما از فرودگاه کنمین ساعت 13:11 به وقت محلی به قصد گوانچژو به هوا خست و میباید ساعت 15:05 به وقت محلی به این شهر بزرگترین جنوب خطای میرسید. اما بعد یک ساعت پرواز ساعت 14:22 به وقت محلی این هواپیما در بلندی قریب 1 کیلومتر و با سرعت قریب 700 کیلومتر در یک ساعت از رادارها غیب زد. کنمین با 8.5 میلیون اهالی در جنوب غربی خطای جایگیر شده مرکز استان یونان می باشد، اما گوانچژو مرکز مأموری استان گواندون را به دلیل اهمیت و بزرگیش پایتخت جنوبی خطای نیز می نامند. گوانچژو با بیش از 14 میلیون اهالی بعد شانگهای و پکین سیومین شهر سر اهالی ترین خطای به شمار می رود. سقوط این هواپیمای مسافربر خطایی در حالی است که این کشور در یک 10 ساله اخیر از لحاظ امنیت پروازها در جهان یکی از بهترین ها دانسته می شد. بنا به آمار سازمان بین المللی شبکه امنیت اویاسیونی، آخرین حادثه مرگبار سقوط هواپیمای مسافربر در خطای سال 2002 روی داده بود. آن سال به سبب بد بودن آب و هوا هواپیمای تمغه امبرایر 190 از شرکت محلی خنان ایرلاینز هنگام نشستن در فرودگاه شهر ایچون در شمال و غرب خطای سقوط کرد. در نتیجه این صدمه 44 نفر از 96 مسافر این هواپیما هلاک شدند.